امروز با چند تا مواد ساده که تو یخچال داشتیم یه غذای خیلی خوشمزه و سریع درست کردیم. یکم بهش روغن میزنم، میخوام تهدید داشته باشم. امروز سر هوامون شلوغه، اکثرا کارمندان دیر به خونه میرسن. امروز میخوام بهت یاد بدم با مواد دم دستی و هر چی تو خونه داری یه غذای خیلی خوشمزه درست کنی که مشکل غذات برای همیشه حل شه. داخل تاوه مقدار روغن اضافه کن. سیب زمینی پیاز دارن آروم آروم تفت میخورن. این دو ماده ساده بعد ببینید که چقدر این غذا رو قراره خوشمزه کنن. یه فلفل کاپی شیرین دارم، اینم خورد میکنم و بهش اضافه میکنم. یه قاشق غذاخوری رو به گوجه. همین وسط تفتش بده تا بوی خامیش گرفته شه. یکم بهش روغن میزنم، میخوام تهدید داشته باشم. من داخل خونه فقط 3 تا برگ لازاریه داشتم و یه مقدارم به اندازه کفر ماکارونی. این دو تا رو با هم ترکیب کنم و اضافه میکنم. لازانیه‌امو برش میزنم، خوردم شد اصلا مهم نیستش. هدفم خوردن یه غذای ساده، جذاب و کاملا گیاهی هستش. یه مقدار زردچوبه، نصف قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز، نصف چایخوری فلفل قرمز، یه قاشق چایخوری ادویه تندوری، 2 قاشق غذاخوری هم هالاپینوی قرمز. حالا اینقدر روش آب بریزید که روی ماکارونیتون آب کاملا بگیره. وقتی آب ریختید درش رو نبندید. زیرش رو شعله‌ش رو زیاد بکنید تا آبش خشک بشه. مثل برنج کته وقتی آبش خشک شد درش رو بذارید و مدت 10 دقیقه با شعله یکم بذارید بپزه. بعد کته ماکارونی گیاهی ما آماده است. اینم فاینال کارمون. از چند تا مواد ساده و ارزون یه همچین غذای خوشمزه‌ای درست کردیم. جای همتون خالی. کته ماکارونی